تو بود، یعنی سرش پایین و دو پا بالا، زجر میکشید و اعدام میشد. چه گفت؟ این محبته. محبت یعنی از جان بگذری برای محبوبت. محبت یعنی از جان بگذری، از مال بگذری، از فرزند بگذری برای محبوبت. همانطور که ابراهیم خواست اسماعیل رو ذبح بکنه. خودت رو نبین، اگر برای خدا و رسول خدا خودت رو دیدی، مالت رو دیدی، جایگاهت رو دیدی، کرسی خودت رو دیدی، تو دوستدار نیستی. عبدالله فرزند عبدالله ابن ابی، پدرش رئیس منافقین بود. عبدالله ابن ابی پسر شنیده بود، پسر مسلمان بود، شنیده بود که پدرش به حضرت توهین کرده. فرمود یا رسول الله اگر دستور بدی لاتیتک برأسی. یا رسول الله اگر تو دستور بدی با سر پدرم میام الان. فرمود نه یا عبدالله، به من دستور داده نشده که قاطع رحم باشم. فرمود ای زید، آیا دوست داری که محمد جای تو بود؟ فرمود به خدا قسم راضی نیستم که محمد در خانه خودش پیش اهلش نشسته و یک خاری در پای او بره. دیگه بیاد جای من اعدام بشه. چه چیز در این دلها بود؟ همین که حرف از محبت شد میگه تطبیق سنت فقط. چرا تطبیق سنت؟ به خاطر اجر. اینجا رسول الله فقط شده بازار اجر فروشی. یکی از اصحاب انگشتر طلا در دست داشت. رسول الله صلی الله علیه و سلم اومد و گفت چطور راضی میشه یکی از شما که خرقی آتش در دست خودش قرار بده؟ و انگشتر رو برداشت و پرت کرد. اصحابی که در اون جلسه بودن، در اون محل بودن، اومدن پیش این صحابی گفتن انگشتر رو بردار، برو بفروش، نفعی ببر. فرمود به خدا قسم بلند نمی کنم انگشتری که رسول الله اون رو پرت کرده. رسول الله اون رو پرت کرده. خلاص. اما امروزه من و تو چقدر عاشقیم. ابو سفیان گفت لحظه ای که جواب این صحابی رو دید، ما رأیت من الناس احدا بحب که حب اصحاب محمد محمدا. ابو سفیان قبل از اسلام فرمود ندیدم در بین مردم کسانی که یکدیگر را دوست داشته باشند مانند دوست داشتن اصحاب محمد محمد را. کجاست این دوستی الان؟ کجاست این دوستی؟ انس بن مالک میفرماید ما مسست حریرا ولا دیباجا الین من کف النبی صلی الله علیه و سلم ولا شممت رائحة قط اطیب من رائحة رسول الله صلی الله علیه و سلم. این عشقه. به خدا لمس نکردم دستی را نرمتر از حریر و دیباج از دست رسول الله صلی الله علیه و سلم و نشنیدم و به مشامم نرسیده است بویی خوشتر از بوی رسول الله صلی الله علیه و سلم. امام بخاری روایت می‌فرماید که حضرت انس میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم در خانه ما خوابیده بود
و گردن مبارکشان عرق می کرد. مادر انس شیشه ای رو آورد و عرقهای رسول الله صلی الله علیه و سلم رو جمع کرد. روایت بخاری است. حضرت لحظه ای که دید این زن داره عرقش رو جمع میکنه پرسید چرا این کار رو انجام دادی؟ فرمود یا رسول الله نجعل فی طیبنا. یا رسول الله این عرقها رو قرار میدیم در عطرهای ما و نیست عطری خوشبوتر از عرق تو. چه عشقی، چه عشقی بود، چه حالتی بین اصحاب بود. و الان حال سنت های حضرت به کجا رسیده؟ خیلی ما ضعیفیم، خیلی